درود بر شما. این ویدیو رو تا انتها ببینید که چگونه مهدی فلاحتی، گوینده اخراجی شبکه صدای آمریکا، پرده از عدم اتحاد و دروغگو بودن شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور برمی‌داره. من هیچ کاری ندارم به اون جماعت اندک بیدردی که نشستن تو کشورهای غربی میگن مردم اگه نرن خیابون جمهوری اسلامی پس بمونه. خب مبارزه خون میخواد، تلفات داره. چند دور اینو تجربه کردیم. تا کسی این حرفا رو میزنه میگن آقا خانوم تفرقه ننداز. خب تو اول اتحاد ایجاد بکن بعد بگو تفرقه ننداز. تفرقه تو چی؟ تو کدوم اتحاد؟ کدوم کشوره که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان تنها رهبر مخالفان ایران بشناسه؟ هیچ کشوری. ما همش هورا بکشیم بگیم جاوید شاه. چه نتیجه عملی و استراتژیک داشته تا حالا در رسوندن ما به هدفمون؟ چرا نداشته؟ چون به هم دروغ میگیم، واقعیت رو پنهان میکنیم. رسانه ها در این دروغگویی نقش مهمی دارن. صدای آمریکا، BBC، ایران اینترنشنال.